خب سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب و توپ باشه. آقا من یه مدت خیلی زیادی بود که یه خود درگیری مزمنی با خودم پیدا کرده بودم که یه برنامه بالاخره برای یوتیوب و اینستاگرامم بسازم. ولی از بزنین چی شد؟ با پدیده بسیار زیبایی به اسم کونگشادی آشنا شدم و درگیرش شدم بیشتر از اینکه آشنا بشم باهاش و هی نمیشد، هی عقب میافتاد، هی امروز هی فردا. من فردا میسازم. اوکی. دوباره نمیخوام بهش فکر بکنم چون ممکنه که درگیرش بشم. زیاده نه، باید بریم پایم. نمیرم پایم. من که مردم. و بالاخره ساختمش. پس به برنامه من، به برنامه خودتون خوش اومدید. اینجا رین پادکسته. خوب همونجوری هم که از کاور ویدیو متوجه شدید، اولین قسمت از رین پادکست به معرفی فیلم میپردازه و اینکه امیدوارم که خوشتون بیاد، حالا با اون نوع محتوایی که من دارم میذارم، و اینکه اگه خوشتون اومد برای دوستاتون، رفیقاتون، آشناهاتون اینور اونور بالا پایین بفرستید که منو بدبختم دیده بشم و یه 4 نفر ببینن خوششون بیاد، منم بالاخره یه پولی در بیارم دیگه، این نونه نوایی برسم. بس دیگه واقعا سرتون درد آورد. خیلی ممنونم از اینکه سخنرانی دلنشین منو گوش دادید. Stop it. Get some help. خیلی زود میبینمتون.